بینندگان عزیز سلام. برنامه اخباری آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان منظوری شماست. نخست توجه کنید و سرخط موضوع برنامه امروز 2 آگوست. منصبداران دنقره میگویند که زادگاه پرزیدنت تاجیکستان حداقل مقام مرکزی ولایت را کسب خواهد کرد. در نظر است که میشود، لیکن ما شما در حوزه 100% آنی گفتن نمیتونیم که کی مثال بالوروی نرخ سوزشواری در ولایت سوخت قیمت حاصل کشاورزی را هم گران کرد. و انتخاب بیشتر به زنان مسلمان حجاب اسلامی با یکی از با اعتبارترین شبکه فروشی امریکا راه می‌یابد. این هم یک لباس عادی مثل دیگر لباس‌های آمریکایی هست. نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند دهها کارمند خود را به کار فاصلوی گذراند. این تصمیم با هدف پیشگیری از گرفتاری کارمندان به بیماری کووید 19 عملی شده است. زیبا سیرای و معاون مدیر شعبه منطقوی بانک ملی در خوجند امروز ضمن نشست خبری گفت در حال حاضر 325 کارمند بانک ها در خانه های خود کار میکنند. به قول او در 6 ماه اول امسال 40 کارمند بانک های ولایت به بیماری کرونا ویروس نو گرفتار شدند و یکی از آنها از این ویروس فوتیده است. او از کارمند فوتیده بانک نام نبرد ولی افزود به خاطر حفظ سلامتی کارمندان کار فاصلوی را به راه ماندند. منصبداران دنقره تلاش دارند به سر و صداها درباره سرنوشت منبعد این شهر خاتمه گذارند. چند سال به این طرف گفتگوزارها درباره به پایتخت تاجیکستان و یا ولایت علاهیده تبدیل یافتن شهر دنقره ادامه دارد. منصبداران میگویند برنامه‌هایی که حکومت تاجیکستان در زادگاه پرزیدنت امامعلی رحمان عملی میکند گواهی آن است که دنقره حداقل مقام مرکزی ولایت را کسب خواهد کرد. ادامه در گزارش محمود جان رحمتزاده. ناحیه دنقره، زادگاه پرزیدنت امامعلی رحمان و بسیاری از اعضای حکومت تاجیکستان. چند سال به این سو در اینجا بیناکاری در اوج است. قرار است اکنون دنقره مقام شهر و مرکزی ولایت را صاحب شود. گویا مسئله نهایی شده است ولی کی اعلان شدنش معلوم نیست. 100 سال پیش سید علی ولیزاده هم گفته بود که دنقره یک ملک آباد میشود، لیکن سپارش هست، ما میشود جوابگو هست. در حقیقت ما باور داریم که میشود. اینجا در مساحت 450 گکتار فرودگاه بین المللی دنقره ساخته می شود. فرودگاه پیشین ناحیه کهنه شده از کار مانده است. مسئولان دنقره هم میگویند که چی زیرساختاری که در دنقره ساخته می شود مقام ولایتی را دارد. چی اینفراستراکچوری که در ناحیه دنقره شده است، چه بیناهای شده است، ما بیناهای ولایتی ساخته استیم. سپارش هم خیلی هم کمیته زمینمون، هم حفظ محیط زیست، هم محافظه، هم کلینیک اینا ولایتیمون بیمارهای سرایتیمون ولایتی شده است. در نظر است که میشود، لیکن ما شما در حوزه 100% آنی گفتن نمیتونیم که کی مثال. امامعلی رحمان در یک سال تا 4 بار به دنقره سفر میکند. در هر سفر دهها انشاءات خرد و بزرگ را باز کرده است و در 20 سال اخیر دنقره خیلی آباد و شکوفا شده است. سال 2005 در اینجا بخش دانشگاه کشاورزی تاجیکستان باز شد که در سال 2012 به دانشگاه دولتی دنقره تبدیل یافت. سال 2016 دانشگاه طبی ختلان هم در اینجا تأسیس یافت. دنقره همچنین منطقه آزاد اقتصادی است که چندین کارخانه را فرا میگیرد. دنقره از سالهای 30 عصر گذشته همچون ناحیه در هیئت ولایت سابق کلا بود و حالا یک ناحیه ولایت ختلان است. حالا اهالی ناحیه دنقره 160,000 نفر را تشکیل می‌دهد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دنقره. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. به صورت حسابی که وزارت مالیه تاجیکستان برای کمک به ضرردیدگان مناقشه مرزی باز کرده بود مبلغ وارد نشده است. در این باره مسئولین وزارت مالیه ضمن نشست خبری بیان داشتند اما سبب آن را نگفتند.
намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ мегӯянд нобоварӣ боис шуд ки сокинон аз гузарондани маблағҳои хайрия ба суратҳисоби вазорати молия худдорӣ варзанд. молораҷаб юсуфӣ ва шаҳлои абдулло бо ҷузъиёти бештар. 3 ماه پیش به دنبال خراب شدن این منزل‌ها در مناقشه مرزی، ده‌ها نفر آمادگی خود را برای رسانیدن کمک بیان کردند. نمایندگان جامعه شهروندی برای جمع‌آوری کمک‌ها صورت حساب هم گشودند، ولی مقامات تصمیم را از دست جامعه شهروندی گرفته هشدار دادند که مبلغ‌های خیریه برای ضرر دیدگان تنها به صورت حساب مخصوص وزارت مالیه گذرانده شود. خزینه‌داری چون حساب گشودیم و حتما رسمی هم به سازمان‌های بین‌المللی برای دستگیری کردن نفرایی که از این مناقشه‌ها گوییم که آسیب دیدن، خسارات دیدن، خب مراجعت رسمی کردیم، کاربری کرده ایستادیم که در این سمت هم یگان مبلغ‌های ضروری جلب شوند و که دسترس شوند مبلغ‌ها. پاسخ‌های وزیر مالیه و معاون اولش درباره کمک‌های وارد شده از هم فرق می‌کرد. من فکر می‌کنم که ما اونقدر مبلغ زیاد در این صورت حساب جلب مبلغ وارد نشدند. وارد نشده است تا امروز. بله. اظهارات معاون اول وزیر درباره وارد نشدن مبلغ به صورت حساب در حال صدا داد که نمایندگان جامعه شهروندی برعکس این را میگویند. رجب میرزا روزنامه‌نگار و مسئول گروه فیسبوکی اخبار برای افکار گفت به صورت حساب وزارت مالیه 10,000 سامانی گذرانیدند. به تاکید روزنامه‌نگار تنها ناباوری باعث شد که مردم از دادن مبلغ خیریه به دست مقامات خودداری کردند. و چون دیدن که حسابات نمیتن شفافیت نمیکنه این مردم مبارزه کردن. پیش از آن تامین کردن شفافیت. مثلا در مثال ما بدخشان دیدیم که هر روز مردم رای میدادن خود مقامات حسابات میدادن و مردم هم یعنی مطمئن بود که هر پولی که وارد میشد به همین حساب به کجا صرف میشد و این باوری مردم. در مناقشه خونین آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان ده‌ها منزل از هر دو طرف ویران شدند. اول ماه ایول مقامات تاجیک چندین خانه‌های ضرر دیده را دوباره بنیاد کردند. مولارجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپی ما را بگیرید. برنامه را ادامه میدیم و رو میارم به موضوع دیگر. ساکنان و رانندگان توجیک از با شدت بالا رفتن نرخ مواد سوزشواری در کشور اظهار نگرانی میکنند. رقم‌های رسمی هم که از سوی کمیته امور پیشنهاد شده است جهش بی سابقه قیمت بنزین و گاز را در نیم سال جاری نشان میدهد. اداره ضد نصوری در این باره رسما توضیح نداده است، ولی مردم در شمال تاجیکستان ضمن صحبت با همکارم فرزان محمدی درباره تاثیر گرانی به کار و زندگی و وضع اقتصادی عائله‌شان صحبت کردند. آخر ماه ایول در شمال کشور نرخ سوزشواری برای نقلیات‌ها تا حدود 20% نظر به یک ماه قبل بلند شد. روز 3 ایول در اکثر تابلوهای نقطه‌های فروش مواد سوخت نرخ 1 لیتر گاز نزدیک به 6 سامانی، بنزین قریب 10 سامانی و دیزل به 9 سامانی نوشته شده است. در مقایسه به یک ماه پیش تقریباً 70 درم افزایش یافته است. فروشندگان این افزایش را شرح نمی‌دهند. رانندگان میگن آن به کم و گران شدن واردات بستگی دارد. از پیش از قرقیزستان میگفتن، حاضر از روسیه گفته است. از روسیه وارد شده است میگن. پیش از قرقیز که بود تمام چی ارزان بود. خالد فایده است خالد. زوران خد قرقیزان خد و این حساب هستن در این جهت. راننده ها میگن نرخ گاز در خوجند نسبت به دوشنبه بیشتر گران شده به کار کراکش و مسافربرها تاثیر کرده است. به گفته آنها مسافران نیز از بلندشوی راهکرا ناراضی‌اند ولی علاج دیگر ندارند. دهقانان هم میگن به خاطر قیمت شدن راهکرا از فروش حاصل امسالهشان فایده کم میگیرند. ما خربوز کیلومتر ماشین می‌آوریم 150 بود 200 و 350. شرکت‌های گازپروم، گازوئیل، آریا، راه سامان نفت، سیگنج و سوخت نفت از جمله وارد کننده های مواد سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند.
در حالی که ایده گرانی نرخ سوزشواری را به خواستهای مونوپولیستان ساحه ربط می‌دهند، پیشتر مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان دلیل قیمتشوی سوزشواری را به کاهش انتقال آن از قزاقستان پیوند داده بودند. رانندگان و خریداران در بسته بودن مرزها با قرقیزستان می‌دانند. ولی مسئولان ریاست گمرک در ولایت سوخت در نشست مطبوعاتی اخیر گفتند که مرزبندی جانب قرقیزستان به کاهش‌یابی آمار ارزش مالیوی تاثیرگذار بودن نمی‌تواند، زیرا در گذشته هم حجم گردش مال با این جمهوری در مقایسه با دیگر کشورها چندان نظررس نبود. ҳисад 2.14% аз ҳаҷми воридоти умумии раёсат мебошад. дар ҳамин давраи соли 2020 $20.6 миллион амрикоӣ, ҳисса 3.23% аз ҳаҷми умумии воридоти умумӣ мебошад. در همین حال طبق نشاندادهای حالتهای قانون‌ویرانکنی وارداتی یا به اصطلاح قاچاق مواد سوخت نسبت به همین دوره سال گذشته به مراتب کاهش یافته است. اگر در 6 ماه اول سال گذشته 32 مورد را آشکار کرده باشند، در این دوره آن 27 حالت را تشکیل کرده است. در نشانداد حجم مواد نیز کاهش یابی نظررس قید شده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. یک خانم آمریکایی زاده سومالی با استحصال نوع‌های گوناگون حجاب‌های آغاز کرده است که قرار است در یکی از بزرگترین مغازه‌های آمریکا به فروش گذاشته شود. خودش میگوید هدفش پیشنهاد انتخاب بیشتر به زنان مسلمان و معمولی کردن فروش حجاب در مغازه‌های آمریکای شمالی است. گزارش صدای آمریکا را می‌بینیم که همکارم طاهر سفر تقدیم می‌کند. مشتریان در این فروشگاه نوردستروم در شهر مینیاپولیس حالا میتوانند حجاب‌هایی را بخرند که شرکت هینا و حجاب استحصال کرده است. مدیرش میگوید برای زنان مسلمان در فروشگاه‌های آمریکا انتخاب کم است. این یک همکاری ویژه است. ما برای ساختن لباس‌های کار می‌کنیم که در سراسر مغازه‌های آمریکا و کانادا فروخته شوند. امیدوارم که جوان زنان و دختران مسلمان امکان پیدا می‌کنند در مغازه‌های نوردستروم لباس‌های دلخواه از جمله حجاب بخرند. هلال فروش حجاب‌ها را در یک دکان شفاخانه آغاز کرد و بعد از آن که دید بعضی زنان به جای حجاب رخت بیستر را به سر می‌کشند. محمد عمر یکی از مدیران نوردستروم میگوید همکاری با شرکت هلال برای استحصال حجاب‌های شاهی، پختگی و شیفون پیشنهادی ضروری برای آنها بود. همکاری با هینا و حجاب کار خوبی ما برای وسیع کردن نوع‌های مال‌های فروشی و رسانیدن آنها به مشتریان یک بخش بازار است که دست نخورده بود. هلال ابراهیم میگوید همکاری با نوردستروم کمک میکند حجاب چون یک بخشی از فرهنگ آمریکایی نمایان شود. کاری ما بیانگر آن است حجاب بخشی از فرهنگ آمریکایی می باشد. می خواهم هر وقت مردم به مغازه بیایند حجاب را ببینند و گویند که این هم یک لباس عادی مثل دیگر لباس‌های آمریکایی هست. شرکت نوردستروم میگوید که کلکسیون حجاب‌های هلال ابراهیم در 16 فروشگاه در آمریکای شمالی و در اینترنت به فروش گذاشته شدند. این مطلب آخر برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را چون همیشه از اون میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. گزارش‌های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشوند. فراموش نکنید که فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار میگیریم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهداری هر یک شما.